السلام علیکم. سپاس و سرود و درود و نوا با همه شما. یکم روزی بهار در شهر تاشکند از تمام مردمای دیده خرسندش دیده این رفته آمدهای تاجیکستان و ازبکستان دیده اون صنعتها الهام می‌گیریم. یکم روزی بهار به خدا رساندهش و شکر بهار آمد عمرم باز یک سال دیگر بگذر. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذر. بسیار سالی عالی جناب بود. افسوس کمتر همین کسی‌های خوبید، بسیار آدمای خوب، صنعتکارای خوب، دکترای خوب، کارگرای خوب، دهقانای خوب از بین برد. خدا الهی همین زمستان که براد همین بیماری بهار قدمی بهارانه بیارد. تمام دنیا با صلح شود، جنگ ها نیست شود، نام جنگ نیست شود، صلح و امانی شود. ما صنعتکارا همین سرکار شویم که فقط خرسندی شود. پروردگار هم بهار با سال آینده با هم بهاری 2023 با یکدیگر هم که تبریک کنیم. پروردگار در پناهت همه بندگان نیک صحت سلامت نگاه دار. جز این دعا نگویم که رودکی گفته از 1000 سال بزییم، 100,000 سال بزییم. بهار مبارک.